Well, thank you. Thank you very much. This will be a very brief. تشکر زیاد. من به طور کوتاه گفته میگذارم. من از واخوری با جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نهایت خوشحال بودم و در دایره واخوری ما یک چند مسئله های وابسته به همکاری دو جانبه را بررسی نمودیم. از جانب دیگر ما امروز در سطح بلند اعتراف می نماییم که جمهوری تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی یک وضعیت خاصه را اشغال می کند، چون که جمهوری مذکور با جمهوری افغانستان سرحد از همه زیادترین را دارد که این به مشکلات های حقیقتا هم نهایت وزین آورده رسانده شده است. و در این جاده ما البته من از نام حکومت شتات متحده آمریکا به شما با باوری تا میگویم که ما همکاری خود را جهت پرقوت نمودن مسئله های سرحد دوام خواهیم داد. ما اینچنین در دایره واخوری اوید به قرار پرزیدنت شتات متحده آمریکا جناب اوباما نسبت نگاه داشتن کوشش های شتات متحده آمریکا در افغانستان صحبت نمودیم. از جانب دیگر ما امروز مسئله سیاست در ساحه انرژتیک و قوه برق را بررسی نمودیم، خصوصا مشکلاتی که در اینجا جمهوری تاجیکستان امروز روبرو آمده شده است و با بعضی کشورهای منطقه آن مشکلات های خاصه دارد. اساساً با جمهوری ازبکستان امروز مشکلات های خاصه وجود دارد و برای همین هم مسئله دیورسیفیکاسیون یا که گوناگون نمودن سرچشمه های تامینات برق را و انرژی را در جمهوری تاجیکستان محاکمه نمودیم تا آن که در 5 سال آینده ما توانیم لایحه‌ای را عملی نماییم که به جمهوری تاجیکستان امکانیت دهد که هم اهالی کشور را و هم اینچنین افغانستان را با انرژی تامین کرده تواند. دیگر مسئله که ما با آن اعتبار خاص دادیم مسئله مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم بود. برای در این جاده ما مسئله های چگونه به طور ثمرناک به راه ماندن همکاری و مبارزه بر ضد این پدیده ها را بررسی نمودیم. با مسئله که در دایره مسئله مذکور باز اعتبار خاص دادیم این تامین نمودن موازنت بین مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم و اینچنین حقوق انسان می باشد و در اینجا ما باید اینچنین هنگام مبارزه بر ضد چنین پدیده ها برای تامین نمودن حقوق انسان و آزادی دینی کوشش های خود را به خرج دهیم تا آنکه مردم در حیات سیاسی و جمعیتی کشور به طور آزادانه اشتراک کرده توانند. You did a great job. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. All right.